سلام دوستان، اسم من نیما اکسرام. خوش اومد به ویدیو دیگه از GTA V. و همونطور که میدونید آقای فرانکلین دوست همیشگی ما یه دارم بوفالو مدل نمیدونم چند داره، ولی باشه یه تئوری هم تو ماشین هست. ببینید علامت شیطان پرستی نمیدونم چرا تو این باید باشه. خب داشتم میخوام برای فرانکلین یه دونه ماشین جدید بخرم. حالا داشتم توی سایت ها نگاه میکردم، حالا لپتاپم بازه. گفتم که با این بودجه که بنده دارم، با این بودجه که الان 120,000 تا دارم، حالا بقیه پولام نقد اون سایتی هم که خواستم پیداش کنم. ببینید یه ماشین عادی میخوام. یه دونه مغازه هست اینجا نیست، این سایت ها نیست، اینه. این ماشین رو داره، به قیمت هم میده آخه. این ماشینه یه جیکرس 6 چرخه داره، به قیمت میدهش. حالا نمیدونم بخرم یا نه. دو چرخه هم میتونیم بخریم ولی نه دیگه. دو چرخه دیگه از سن آقای فرانکلین که 40 ساله است گذشته. گفتم حالا یه عرض بخریم وایسا ببینیم چیا خیلی سود داشته. یه $600 حالا بذاریم توش. ببینید این ماشینا هستن خیلی خیلی گرونن. حالا مثلا اینا هست انقدر گرونن که ببینید $500,000 همین یه دونه ماشین. آقا فرمانش هم کنم چرت و پرت. این خیلی خوشگله. اینا همشون خیلی گرونن. حالا ایشالله این لامبورگینی خیلی چشم منو گرفته. 630,000 بدی همین موتوره. یه موتور عادی. من نمیدونم چرا ولی اینا میدن دیگه. جت هست $10,000,000. اینا هستن ارزون قیمت. نه 600. نه این گرونه 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 گرونه. بازم همه چی برای من گرونه. حالا یه آدرس این مغازه رو پیدا کردم، گفت این ماشینا کمشو دارم. $440,000 همین. میگفت بیا ماشینا رو ببین. یه ماشین قدیمی دارم، یه دونه ریسی دارم کاوازاکی نینجا، بعد گفت یه دونه هم چیز دارم، یه دونه هم آفرودی دارم، یه دونه هم ماشین بنفش بالاستا دارم. الان نمیدونم فردا برم پیشش یا همین الان برم. لوکیشنش هم دقیقا میشه پایین شهر، دقیقا میشه محله بالاسا. این اینجا هست. آره این هاشش. خب ما بریم بخوابیم. حالا لباس هم عوض کنم. بچه ها کسایی میدونن که این لباس برای کدوم ویدیو بود کامنت ها بنویسید. لایک سابسکرایب چنل ما هم یادتون نره. کامنت ما هم دیگه بنویسید بالای 4,000 تا. حالا نمیدونم لباس راحتی خونگی خوشگله. کلاهشو بردارم. اینکم کلام نمیذاریم که بریم چرت ما بخوابیم. کلونم بردارم بخوابیم. حالا ما یه چرت هم بزنیم ببینیم چی میشه. بچه ها کلن ما 3 تا ویدیو از چنل نیما اکسن داریم که 3 تاشون هم همون چنل راستا تئوری ها رو قرار بزنیم. نیما اکسن تئوری اینا رو قرار بزنیم و چنل چالشی دیگه. ببینیم چی میشه دیگه با حمایت شما. بریم ببینیم که چی میشه. حالا با موتورم بریم ماشین. حالا با ماشین ببینیم ماشین خودمون چند قیمت برمیدارن. موتور رو بذاریم تو گاراژ. این فرانکلین از ماشینش من راضیم. اصلا ازش عیب و ایراد ندیدم، ولی دیگه قدیمی شده، خیلی قدیمیه. نمیدونم چرا انقدر قدیمی شده ماشینشون. ماشین نه دیگه این 12 سال 20 سالش هست این ماشین. از سال 2016 من این ماشین رو دارم.
خودتون بشمارید دیگه چند سال میشه. کلن 9 ساله که من این ماشین رو دارم. خدای دیگه این ماشین خیلی قدیمیه ولی من ازش عیب و ایراد اصلا ندیدم که بخوام مثلا بگم عیب و ایراد داره میخوام بفروشم و اینا. ولی اینو من نهایتا میتونم 10,000 تا بخرم. این ماشین کلا چپی دور رنگ. تو ویدیوهای من یه خودتون دیدید دیگه کلا دور رنگه. آره شاید هم نفروشمش. این ماشین رو دست و بالم بس بخرم. اون ارزی که من دیشب خریدم حالا نگاهش نکردم اینا چی شده. من پشت چراغ قرمز یه نگاه بندازم. بله سود داشتین الان. بفروشم یا نفروشم بچه‌ها؟ کامنت ها الان بنویسید بفروشم یا نفروشم. ولی الان میفروشیم. خب 110 تا داشتیم الان 120 تا. یه ارز من اون شب خریدم الان شده 140,000 تا واسه بفروشمش. الان فروختیمش تو لپتاپمونه. الان خب کلا 140,000 تا داریم. بریم با 120,000 تا 30,000 تا میخوام بخریم دیگه. ماشین قیمتش شد 5,000 دلار. آقای سبب برم چه سیمیون میرم جای معتبره اینی که من میخوام برم. حالا ساعت 6-7 صبح هم هست. سیمیون ساعت 9 اینا فکرم برم مغازه. حالا مغازه‌شون تعطیله. آره مغازه‌شون تعطیله. خب من گفت همین موتوره رو من دارم. همین موتور کاوازاکی نینجا رو همینه. میشه. حالا بریم ببینیم چی میشه. نمیان. سیمیون تعطیله. خب یه خیال تعطیله. بریم حالا این ماشینه رو ببریم ببینیم چقدر میارزه. سیمیون تعطیله وگرنه خودش میخریدم. بکنم یه کاوازاکی نینجا بخرم یا یه دونه یه آفرود خوشگل مشکل میخوام. هیکلی ها کوه صاف بره بالا. خب داریم میرسیم. میشه گروه استریت؟ گروه استریت اینجا. کسایی که GTA بازار فقط میدونن گروه استریت کدوم رنگه، رنگشون چه رنگه. هر کی میدونه تو کامنت ها پر کنه رنگو. خب این نمایشگاهش در بوداهونه. اینم شماره شونه. وایسه برم یه دونه کلید گفت گذاشتن لایف اینجا میرم هست. گفت من مغازه زیاد نمیام. آها پیداش کردم. کلید رو من دادم. آی چه یو ابوالفضل کاوازاکی نینجا رو تو فقط ببین. حاجی عجب چیزیه. حاجی این ماشینه رو همونیه که میخواستم. ماشین بالاستش هم اینه. یا اون ماشین سبزه است. اینو چند قیمت فاکتور رو نگاه کنم ببینم. نوشته حالا شما فکر میکنم ببینید نوشته 20,000 دلار اون آفروده. 20,000 تا گیرون. الان 10,000 تا میدم. کاوازاکی نینجا 10,000 تا جمع بشه 20,000 تا. من دوتاشو فکر نکنم بخرم. حالا فعلا این آفرودیه رو بخریم. خب وایسا من پولش هم بذارم. پولش هم کشیدم کارتو. خب من ماشین رو بردارم. نه این حاجی عجب گولاخیه. دقیقا همونیه که میخواستم. بریمش بیرون ببینیم چی میشه.
Gangsters rock, gangsters roll. Here's the gangster shit. We on the gangster stroll. This اون gangsters فالوورم ماشین خودم با یارو صحبت کردم گفت ازت 2 برمیدارم. گفتم 2 چه خبره داداش؟ این چیه مگه؟ همون کاوازاکی رو داشت خودش میاد 10,000 تا و اینو قدمشون 2,000 تا خیر و همین رو نگر میدارم. حالا من فعلا پول اینو قسطی خریدم، حالا مثلا 5,000 توشه دادم ولی پول کاوازاکی نینجا رو دادم کامل. الان پولمون شده چقدر؟ 120 تا. خب مرسی که کسایی که تا این ثانیه ویدیو همراه من بودن و اگه دلتون میخواد که برید سراغ پارت‌های بعدی و ماشین‌های شخصیت‌های دیگر هم عوض کنیم حتما لایک های ویدیو رو به بالای 4,000 تا و کامنت هاش هم به بالای 2,000 تا برسونید و همونطور که تو پارت‌های قبلی هم گفتم اگه سابسکرایبرامون برسه به 2 یا 3,000 تا فرانکلین رو زنش میگم، یعنی فرانکلین عروسیشو میگیرم. کامنت ها اگه پر کنید. خب این هم بذارمش اینجا، حالا برو امتحانش کن گفت خب بذاریمش همینجا و گود بای.